تا حالا شده موقع خرید کالای خواب بین دو تا گزینه اصلی کاملا گیر کنید؟ یه انتخابی که میتونه، یعنی واقعا میتونه، کل ظاهر و حس حال اتاق خوابتون رو از این رو به اون رو کنه. خب امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و بهتون کمک کنیم. رو تختی دوختدار یا رو تختی کاوری؟ احتمالاً دقیقاً همین سواله که شما رو الان به اینجا کشونده، درسته؟ وقتی جلوی اون همه طرح و رنگ توی مغازه‌ها یا وبسایت‌ها وای میستین، با این دوتا گزینه اصلی روبرو میشین و از خودتون میپرسین خب واقعاً کدومش بهتره؟ خب بذارید همین اول یه چیزی رو بهتون بگم. شما اصلاً تنها نیستین. این سوال، یعنی این دوراهی، یکی از پرتکرارترین سوال‌هاییه که هر کسی موقع خرید رو تختی باهاش مواجه میشه. پس بیایید یه بار برای همیشه این قضیه رو باز کنیم و ببینیم داستان از چه فراره. خیلی خوب، بریم سر اصل مطلب. قبل از اینکه بخوایم این دوتا رو بذاریم کنار هم و مقایسه‌شون کنیم، لازمه که اول دقیقاً بفهمیم هر کدوم چی هستن، یعنی ببینیم اصلا تفاوت اصلیشون توی چیه. اول از همه رودخطی کاوری. ببینید این سیستم در واقع دو تیکه است. یه لحاف سفید و ساده داریم که بهش میگن لحاف لایت، بعد یه کاور پارچه‌ای طرحدار داریم که دقیقاً مثل یه روبالشی خیلی بزرگ روی این لحاف کشیده میشه. شاه کلید ماجرام همینه. شما میتونید خیلی راحت کاور رو در بیارید، بندازید توی ماشین لباسشویی و تمام. حالا بریم سراغ رو تختی دوختدار. این یکی دقیقاً برعکسه. یه تیکه است، یعنی کاملاً یک پارچه. اینجا دیگه کاور و لحاف جدا نیستن. پارچه رویی، الیاف داخلی و پارچه زیری همشون با دوخت‌های منظم به هم وصل شدن. فایدهش چیه؟ این دوخت‌ها باعث میشن اون الیاف داخلی هیچ وقت گوله نشن یا یه گوشه جمع نشن. خب حالا که با هر دو مدل کاملاً آشنا شدیم، وقت مقایسه رو در رو رسیده. میخوایم این دوتا رو کنار هم بذاریم و بر اساس 5 تا فاکتور خیلی مهم بررسیشون کنیم تا ببینیم نقاط قوت و ضعف هر کدوم کجاست. این جدول یه جورایی خلاصه کل ماجراست. ما قراره این دوتا روتختی رو از 5 زاویه مختلف بررسی کنیم. قیمت، فضایی که اشغال میکنن، راحتی استفاده روزمره، شستشو و در نهایت ظاهرشون. پس بیایید دونه دونه این موارد رو با هم باز کنیم. اولین مورد، قیمت. اینجا یه نکته جالب وجود داره. شاید در نگاه اول رو تختی دوختدار ارزان‌تر به نظر بیاد، چون شما یه پکیج کامل رو یک جا می‌خرید. اما داستان برای رو تختی کاوری فرق می‌کنه. شما یه بار برای اون لحاف اصلی هزینه می‌کنید و بعدش میتونید با هزینه خیلی خیلی کمتر هر چند وقت یک بار فقط با خرید یک کاور جدید کل حال و هوای اتاقتون رو عوض کنید. یعنی یه سرمایه‌گذاری بلند مدته. حالا بریم سراغ فضا که خب برای خیلی از ماها یه مسئله مهمه. اگه کمدتون جای کافی نداره، اینجا رودخطی کاوری بدون شک برنده است. اصلا تصور کنید شما میتونید 5 تا کاور مختلف داشته باشید که همشون تا میشن و به راحتی توی یک کش رو جا میگیرن. حالا همینو با 5 تا رودخطی دوختدار حجیم مقایسه کنید که احتمالاً نصف کمد دیواریتون رو پر میکنن. خب میرسیم به راحتی استفاده روزمره، یعنی همون مرتب کردن تخت هر روز صبح. اینجا باید بگم که رو تختی دوختدار یه کوچولو جلوتره. چرا؟ چون همه چیزش یک تکه است. یه تکون میدین و تخت مرتبه. اما توی مدل کاوری خب گاهی پیش میاد که اون لحاف داخلی یکم توی کاور جابجا میشه و لازمه که صبح‌ها یه دستی به سر و روش بکشید و صافش کنید. و اما میرسیم به یکی از بزرگترین، شاید بشه گفت تعیین کننده ترین تفاوت، شستشو. شستن رو تختی کاوری فوق العاده ساده است. کاور رو در میارید، میندازید توی ماشین لباسشویی مثل یه ملافه معمولی. همین. ولی برای رو تختی دوختدار داستان فرق میکنه. اون وسیله بزرگ و حجیم رو نمیشه توی هر ماشین لباسشویی شست و معمولاً باید بفرستیدش خشکشویی که خب هم هزینه داره و هم دردسر. و میرسیم به آخرین مورد، ظاهر و قیافه. ببینید اینجا دیگه واقعاً بحث سلیقه است و هیچ کدوم برتر نیستن. اما یه نکته‌ای هست. خیلی‌ها معتقدن روتختی کاوری ظاهر شیک‌تر و لوکس‌تری داره، چون طرح پارچه یک دست و صافه و هیچ دوختی روش دیده نمیشه. از طرف دیگه توی روتختی دوختدار خود اون دوخت‌ها و طرحی که ایجاد میکنن بخشی از زیبایی و استایل کار به حساب میاد.
خب، حالا که همه کارت‌ها رو روی میز گذاشتیم، وقتشه که به اون سوال اصلی برگردیم. ولی یادتون باشه، ما اینجا نمی‌خوایم یه برنده اعلام کنیم. هدف اینه که به شما کمک کنیم تا ببینید با توجه به شرایط و سلیقه خودتون کدوم یکی انتخاب هوشمندانه تریه. پس بیایید اینطوری جمع‌بندی کنیم. رو تختی کاوری انتخاب شماست اگر اولاً شستشوی راحت اولویت شماره 1 شماست. دوماً فضای کمدتون محدوده و دنبال گزینه‌های کمجا هستید. سوماً عاشق این هستید که هر چند وقت یک بار دکور اتاقتون رو عوض کنید و در نهایت یه ظاهر لوکس و یک دست رو ترجیح میدید. در مقابل، رو تختی دوختدار برای شما مناسبه اگر دنبال یه گزینه اقتصادی تر برای خرید اولیه هستید. اگه مرتب کردن سریع و بی‌دردسر تخت هر روز صبح براتون خیلی مهمه. اگه با هزینه‌های احتمالی خشکشویی در آینده کنار میاید و در آخر اگه اون ظاهر کلاسیک و طرح‌های ایجاد شده با دوخت رو بیشتر دوست دارید. پس همونطور که می‌بینید در نهایت هیچ جواب درست یا غلط مطلقی وجود نداره. بهترین انتخاب برای شما اون گزینه‌ایه که دقیقاً با سبک زندگی، بودجه و سلیقه شخصیتون جور در بیاد. و حالا نوبت شماست. با همه این اطلاعاتی که دارید، کدوم یکی قراره انتخاب نهایی شما برای اتاق خوابتون باشه؟ کدوم قراره هم به اتاقتون هویت بده و هم راحتی رو براتون بیاره؟ این تصمیمیه که دیگه فقط خودتون میتونید بگیرید.